آخوند رافضی و شبهه وصیت. دوستان عزیز، کتاب معجم کبیر طبرانی هست، مجلد ثالث، صفحه 188، روایت 6063 عن ابی سعید الخدری عن سلمان. ابی سعید خدری که خودش از صحابه هست، از سلمان فارسی روایت کرده. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جواب من گفتن پس بدان که به تحقیق هر آینه بدون شک و شبهه وصی من و موضع سری، جایگاه اسرار نبوت و رسالت من، و خیر من اترک بعدی، و بهترین کسی که بعد از من او را به جای خود خواهم گذاشت، و ینجز عدتی، و ایشان تمام مواعید من و وعده های مرا منجز خواهند نمود و به وعده های من عمل خواهد کرد، و یقضی دینی، و قرض مرا ادا خواهد کرد علی بن ابی طالب علیه السلام. وجود زیجود امیر المؤمنین علیه السلام، وصی و موضع سری و خیر من اترک بعدی. کیه؟ علی بن ابی طالب، وصی، موضع سر. بله دیگه اینجا صریحه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را به وصایت خود معرفی نموده. این آخوند رافضی فراموش کرده و یا نمیداند که اهل سنت هیچ روایتی را بدون سند صحیح قبول ندارند و علم جرح و تعدیل و تصحیح و تضعیف یکی از علوم برجسته و مهم نزد علمای اهل سنت است که بر اساس آن بر روایات حکم می کنند، نمانند روافض که دین و عقیده خیش را بر اساس روایات وهمی و بی اساس بنا کردند. روایتی که این آخوند رافضی از الجامع الکبیر طبرانی نقل نموده، در مورد آن امام ابن کثیر دمشقی در کتاب جامع المسانید و السنن جلد 3 صفحه 529 می‌فرماید: این حدیث خیلی منکر است و بالاتفاق سند صحیحی ندارد. و امام ابوالحسن هیثمی در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد 9 صفحه 114 می‌فرماید: در سند این روایت شخصی به نام ناصح ابن عبدالله است که از دیدگاه علما متروک است. و امام ابن الجوزی این حدیث را در کتاب الموضوعات جلد 1 صفحه 374 و 375 با طرق مختلف ذکر نموده و آن را جعلی دانسته است. علاوه بر این شما چرا قطع و برید کردید و در پایان روایت توضیح خود طبرانی را نخواندید که میگوید مراد از وصی وصایت در اهل و خانواده است، نه وصایت در خلافت، و مراد از بهترین یعنی ایشان بهترین فرد اهل بیت من هستند که اهل سنت نیز این را قبول دارند. آن وصایتی که شما آن را علم و جمله مهمترین ارکان دینتان می شمارید، چرا الله متعال برای آن یک آیه صریح در قرآن کریم نازل ننموده است، در حالی که در مورد ارکان و اصول دین بلکه فضائل و اخلاقیات 10 آیه نازل شده است؟ آیا کتابی که برای هدایت مردم تا قیام قیامت نازل شده، موضوعی را که قرنها موجب تفرقه و اختلاف بین امت است و حتی به جنگ ها و منازعات میان آنها منجر شده، رها می کند؟ آیا پروردگار مهربانی که از ذکر پشه در کتابش ابایی ندارد، از ذکر صریح مسئله وصیت و امامت امتناع می ورزد؟